ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 17-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми панҷум. حیدرقل به سوی دروازه‌خانه کلانی برگشت که به بالای آن در لوحه رنگین با خط عربی و روسی به گمان نام اداره نوشته شده بود و در دو طرف بالای دروازه بیرق‌های سرخ زده شده شعارها گرداگرد آن را آرامی دادند. سید پهلوان شرم کرد که از حیدرقل چی بودنی نام آن اداره را پرسد. آنها به خانه‌ای در آمدند که فرشش تختگی بوده، در پیشگاه یک ستال کلان، در رو بروی آن در پیش تریزه پایان باز یک ستال و چندین کرسی و ستولها گذاشته شده بودند. نقش و نگار خانه، طاق و طاقچه بندی های آن چطوری که پیشتر بود باقی ایستاده بودند. حیدرقل از پس ستال کلان به کرسی دستمانکداری رفته نشست و به کاغذهای روی استال دقت کرد و بعضی از آنها را گرفته خواند و بعد به سید پهلوان که هنوز راست ایستاده خانه را از نظر می گذرانید مراجعت کرد. شنا خیر، چی راست ایستاده ماندی؟ این خانه و حولی کدام بای بودگیست؟ پرسید سید پهلوان. ها، حولی یک بایی کلانی پوست جلاب. خیر، سلامتیت نظمی آخر؟ سلامتی خدا به شکر بد نه، لیکن حالی کیسه بد بودگیست، روزگار تنگ. نپرس جوره، لااقل همین سال از قرض خلاص شوم گفته بودم، نمی شدگی بری. یک تونه برادر، هزارها کم بغلان و قشاقان قشلاق نان خوردن ندارند، لیکن یک توده شکم غفصهای درونی شهر و بایهای زمیندار قشلاق آستانه هایشان از طلا شده رفتگی. انقلاب باید همه این اساس را زیر و زبر کند. اکنون کم بغلان و قشاقان باید براحت شوند، مهنت کشان باید نفسی آسوده کشند. چخیل، از کجا؟ مثلا من که دهقانی کم زمین هستم، سیر زمین می شوی. گفت سخنی سید پهلوان را بریده حیدرقل. حکومت به تو زمین داده می تواند، برای کاشتن تخمی می دهد، بیفایده پول قرض می دهد، اسباب دهقانیت را مکمل می کند. گاو می دهد، اگر ضرور باشد گاو یافته می دهد. به همه، به احتیاجمندان، به کم بغل و مهنت کشان البته. نباشد انقلاب برای کم بغلان حضور جان بوده است کو؟ خیر استا که جنجال آب چی می شود؟ انقلاب ابر پیدا کننده زمین ها را نم، جوی ها را پر از آب کرده نمی تواند کو؟ می تواند، گفت باز به طور قطعی حیدرقل. سید پهلوان بروی او نگاه کرد که جدی می گوید یا هزل می کند. حیدرقل جدی، خیلی جدی به نظر می نمود. سید پهلوان حیران شد و دیگر گپ نپرسید. اما حیدرقل پس از دقیقه فکر کردن گفت:
بله، می تواند. پیش راه دریاها را بند کرده جویها را پر از آب می کند. به جنجال آب خاتمه می دهد. وی از جا برخاست و بروی خانه قدم زده ایستاده به گپش دوام نمود. لیکن برای همه این کارها پیش از همه انقلاب را پایدار و مستحکم کردن لازم. انقلاب شد کو، گفت سید پهلوان. امیر را حی کردید، به دولتش و خزینه‌اش صاحب شدید. ارک و قاضی خانه و میرشب خانه ها به دست حکومت افتاد. باز چی؟ باز؟ حیدرقل برگشته بروی سید پهلوان نگاه کرد و تبسم نمود. حالا گپ بسیار، گفت وی. امیر را حی کردن این اولی کار است. حالا بیخ و ریشه امارت پوسیده باشد هم چقور پهن شدگی. آنها در بین مردم ویرانی پیدا کرده به آسودگی به کار و بار خلل می دهند. بعضن آنها را یافته گرفتن هم مشکل. حکومت زور، چشمش پربین باید باشد. حکومت زور، تصدیق کرد سخن او را حیدرقل. لیکن کی می داند در میان حکومت هم از ریشه های امارت بودنش ممکن؟ نظر به شنیدم ریوکام اسد مخصوم را به رئیسی کمیسیه مبارزه با باسمچی ها تعیین کرده است. بی مشورت پخته، بی سنجش درست، اسد مخصوم را به این کاری مسئول و مهم تعیین کردن، به کار خلل دادن، در بین ویرانی آوردن گفتنی گپ است. من نفهمیدم، گفت سید پهلوان. ریوکامش چی؟ اسد مخصوم کی؟ درستر فهمان جوره؟ حیدرقل یک باره قاه قاه زده خندید. ای بله، گفت وی به کتف پهلوان زده. من توی انقلاب چی گفته گمان می کردم، حالا تو چی بودنی ریوکام را نمی دانی. صحرایی دیه، آدمی صحرایی. پس حیدرقل درباره ساخت حکومتی نو و پرتیه به قدر امکان ساده کرده فهمانیده داد و علاوه نمود. حالا به صف اعضایان حکومت و حتی در بین اعضایان کمیته مرکزی فرقه اشتراکیون هم هر خیل آدم ها هستند. شخصا من به بسیاری این مردم باوری کرده نمی توانم. انا گزیته بخارا اخباری آینه برین به تو نشان می دهد. حیدرقل از روی استال گزیته را گرفته چشم دواند. افسوس که تو سواد نداری برادر. انا شماره 2 از 15 سپتامبر سال 1920. در این شماره یک فرمان هست به زبان ازبکی. می فهمی؟ فرمان: شورای ناظران جمهوریت شورایی بخارا در اساس آنکه بعضی مأموران پیشتره دوره حاکمیت امیری به خلاف حکومت شورایی حرکت نکردند، برعکس یاری دادند و اظهار خواهش نمودند که برای محکم کنانیدن حکومت خلقی نو به قطار حکومت شورایی درآیند، چنین قرار برآورد. یکم، آنهایی که مأمور حاکمیت سابقه امیری بودند، حکومت حاضره شورایی را تصدیق و اعتراف نموده ایستاده، می‌خواهند که به قطار حکومت فقرا درآیند، معوف هستند، یعنی بیگناه حساب می شود. دویم، مأموران سابق که حالا عهدهدار شده‌اند که همه تدبیر و قانونهای حکومت نو را به عمل جاری نمایند، در جاهای خود مانده می شود. سیوم، اگر از یگان طی این شخصان به وظیفه های خود خیانت صادر شود، زود به محاکمه محکمه انقلابی سپاریده می شود.
بجای رئیس کمیته مرکزی انقلابی عاریفف، رئیس شورای ناظران فیض الله خواجه‌ایف. فهمیدی این چی معنا دارد؟ سید پهلوان گفته سرجنبانیده ماند. معنای این همین که گفت حیدرقل دوره حاضره مجبور می کند که حکومت تا یک درجه مأموران پیشتره حاکمیت امیری را به کار قبول کند. دیگر علاج نیست. آدمانی خودی نمی رسند یا که کار کرده نمی توانند. مثلا گیریم تو سواد نداری، خط نوشته نمی توانی، دیگرش از تو بدتر، اما کار حکومت را پیش بردن لازم. خیر میلش کویه، گفت سید پهلوان، آخر این مأمورهای پیشتره باز کار خودشان میدانستگی می کنند. حکومت نو کهنه بی فرق شده می ماند. نه، آن طور نه. این مأمورها با مرام ما باید روند، کاری ما را باید اجرا کنند. لیکن کهنه کی شد کس باور کرده نمی تواند. ناخواست یگان نغمه کرده ماندنش ممکن، البته نظارت کرده می ایستند. کدام کارش نظارت می کنی؟ همه ی گپ در همین دیه. مشکل، خیلی مشکل، لیکن مشکلی نیست که آسان نشود. گفته زور می زنیم. اگر جدیدها را امیر نمی کشت کاری شما خیلی آسان می شد. احتمال، گفت و حیدرقل کمی خاموش ماند. بعد به جایش گذشته نشسته به گپش دوام داد. دیروز فرقه یاش بخاری ها به فرقه ما به فرقه اشتراکیون آمده همراه شد. نمیدانم از این چی مراد حاصل می شده باشد. به هر حال حاضر همه این کارها لازم و لابود است. خیر، به اسد مخصوم چی می گویی؟ اسد مخصوم یک آدمی اوباش مانند، بد جهل، تیز، بی ملاحظه. به این خیل آدم به غیرت و جنگره گفته رئیسی کمیسیه حربی را دادن خوف دارد. وی آدمی است که سله را بیارگویی کله را گرفته آمدن می گیرد. از افتش همین خیل می نماید. گفته ماند سید پهلوان. مقصد از همه این گپ ها همین که گفت حیدرقل. به تو یک تکلیف کنم؟ خوش، گفت تبسم کرده سید پهلوان. تکلیف کردنی هستی که من هم اعضای حکومت شوم؟ بله، گفت حیدرقل به طور جدی. تکلیف کردنی هستم که به یاری ما بیا. همه کار را پرتایو به یاری ما بیا. منی بی سواد به تو چی یاری داده می توانم؟ سید هم جدی شد. اگر از دستم می آمد برای بهتر شدن زندگی، برای همه آن وعده هایی که حالا تو دادی، جانم را دریغ نمی داشتم. سوادناک بودن تو حالا شرط نی، گفت حیدرقل. من می خواهم که تو را به پیش اسد مخصوم فرستانم. بله بله، حیران نشو. حاضر اسد مخصوم در چارباغ دلکشای بیرون از فوج عسکر جمع کرده، به دست آنها یراق داده، گویا با عکس الحرکت مبارزه بردنی می شود. من به این مردک چندان باوری ندارم. می ترسم که از نام حکومت شورایی بیمزگی خود را دوام دادن نگیرد. تو در پیش وی چشمی من شده می گردی. اگر همین طور کرده لجام او را داشته نیستیم، کارهای بسیاری کردنش ممکن. گپت درست و، گفت سید پهلوان، لیکن برای این کار سلط بودن، به اهل و عیال بودن لازم است. من به خودت معلوم که آدمی صاحب روزگار، زن و بچناک می باشم. اگر من به خدمت اسد مخصوم روم، روزگارم چی می شود؟ کوچیده به درونی شهر بیا.
به روزگارت ما نگاه و بین می کنیم. پسرت میرک کلان شده مانده است، پروا نکن. کدام روز؟ گفت خیال کرده ایستاده سید پهلوان. نعیم تلخ از قشلاق ما گفته ایستاده بود که گویا اسد مخصوم به وی فرموده است که خودش بر این آدمهای دلپور می شدگی را جمع کرده به خدمت مخصوم گرفته برد. نعیم باشد به من باور کرده تکلیف نمود. انا باز بهتر، گفت خرسند شده حیدرقل. نعیم تلخ را من می دانم. حاضر مقرب اسد مخصوم شده گشته است. تو را هم اسد به خودش مقرب می کند. برای این باید تو به وی نقص خدمت کنی. وقتا که مرقب شدی اولا خودت پیش او را گرفته می استی، بعد به من به چکه خبر داده می استی. ما چاره کار او را می بینیم. به هر حال اگر تو در آنجا باشی من خاطر جمع‌تر می شدم. چی گفتی؟ ماینش مصلحت کرده بینیم کنی؟ پس از چند دقیقه دیگر سید پهلوان خیر و خوش کرده از نزد حیدرقل بیرون شد. در بیرون روز به آخر می رسید. 1 تا 2 تا دکانهای گشاده شده هم بسته شده بودند و در کوچه ها روندگان کم مانده بودند. سید پهلوان راست به سوی رسته عطاری روان شد که از طی طاق تیلپک و طی طاق زرگران گذشته به بازار چوب به حولی دامادش رود. در گذر قاقلان یک چند حوله های پادشاهی بود که در وقت امیر یک قسم توره ها و خویشاوندان امیر در آنها استقامت می کردند. حالا حکومت جمهوریت بخارا اهل حرم امیر را که به تومن وابکند گریخته رفته بودند داشته آورده به آن حوله ها جایگیر کرده بود. مردها در یک حوله، زنها با سرداری مادر امیر در حوله دیگر. در گرد و اطراف و پیش دروازه خانه حوله ها پاسبان ها میلیتسیانرهای ملتقناک می ایستادند. در آمد برآمد به اهل حرم منع کرده شده بود. از بیرون نیز هیچ کس بی رخصت مخصوص به آن حوله ها در آمدن نمی توانست. فیروزه پس از گذشتن 1 ماه آورانیده شدن اهل حرم اولی پگاه بنابر سفارش حیدرقل به گذر قاقلان به حوله پادشاهی آمد، اما پاسبانها او را در آمدن نماندند. من از ریوکام، انا این شهادت نامم، می گفت وی به سرداری پاسبانها کاغذی را نشان داده. رفیق حیدرقل مرا به اینجا به کار فرستاد. ممکن است همین طور باشد، می گفت سرداری میلیتسیانرها که مردک قد پستی مویلب آویزان بود. اما برای به این حوله در آمدن اجازت خطی مخصوص در کار. همین طور فرمان شدگی. من زنی عصا می شوم، شما او را می شناسید، می گفت فیروزه شوهرش را شفیع آورده. زود به این کار سر کردنم لازم، مانید که در آیم. نمی شود خواهرم، گپ لجاج ندهید. نمی شود. حاضر به این حوله در آمده به کار سر کردن من شرط می نیمی من نمی دانم. دانستمانید برای همین هم شما را سردار تعیین کرده اند. این گپ ها فایده ندارد. در عین بحث و جواب حیدرقل رسیده آمد و گفت مانید فیروزه درآید، من فرستادم، فراموش کردم که رخصت نامه دهم. سلام. سردار پاسبانها به حیدرقل سلام داد و فیروزه را ماند که به حوله درآید. فیروزه از قهر به سوی راهروی حوله درون بی اختیار چند قدم گذاشت و باز ایستاد
و برگشته به پیش حیدرقل آمد که هنوز با سردار میلیتسیا گپش را تمام نکرده بود. من چیکار کنم؟ گفت وی. خدمتگارها و کنیزکها را یک طرف، بیبیها را به طرف دیگر جدا کردن گیرم؟ میلش، در آمده شناس شو، بیبیها را گوی به خانه ها درآیند، خدمتگارها و غیره در روی حولی. هر کس که جدا شده رفتن می خواهد به تگ ایوان گذرد. من در آمده روی خط می کنم. فیروزه به حولی درون در آمد. حولی کلان، تهخانه و بالاخانه و بالای صوفه و پایانی صوفناک بود. در برابری به حولی در آمدنش فیروزه را شناخته، خدمتگارها، دخترخانه ها، آبکشهای پیشتره دویده و پیشوازی وی آمدند. او را بوسیدند، در آغوش کردند و سؤال باران نمودند. فیروزه، خیریت تو را می دیدیم. صحت سلامت هستی؟ تو به جدیدها کار می کردیدی؟ به حریت برآمدی؟ تا به کی ما را حبس کرده نگاه می دارند نمی دانی؟ نخواد که امیر گریخته باشده؟ او را داشته می توانسته باشند. زنها را به فرنجی می کنند گفته بودند. راست بود اسمی؟ تو فرنجی داری کن؟ فیروزه به همه این سؤالها به قدر حال جواب می داد و به همه آنها روی خوش نشان داده از آزادی، از خرسندی، از بخت و سعادت نوید می داد. امیر گمنام شده رفت. عسکرها از پس وی افتادگی. امروز نی پگاه داشته می گیرند و به دار می آویزند. حکومت شورایی به همه آزادی می بخشد. اکنون خدمتگاری و کنیزی بر هم می خورد. پاشا جانها، پاشا بیبی ها اگر تشنه مانند خودشان به سر خم رفته، خم شده اگر آب باشد آب گرفته می نوشند، نباشد حلقشان قاق شده از تشنگی مرند هم یگان کس خدمتشان را نمی کند. اگر گشنه مانند دست و آستین برزده خمیر می گیرند و نان پخته می خورند. هیچ کس به آنها عرق جبین ریخته نان نمی پزد. اکنون جدید و قدیم نمی گویند. اکنون یاش بخاری انقلابچی می گویند و عکسول انقلابچی می گویند. همه آدم های امیر، همه عملدار و قاضی و میرشبها، همه ظالم های پیشتره را عکسول انقلابچی می گویند. عکسول انقلابچی ها را حکومت گرفته حبس کردگی. خوشبیگی، قاضی کلان، رئیس، میرشب، اعلم پعلم، همه کش در حبسخانه پگه فردا سود کرده جزایشان را می دهند. اکنون گپ همین. من آمدم که به شما خبر دهم. حاضر از بیرون به اینجا امک حیدرقل می درآید. آن کس کمیسری کلان همه شما را بروی خط می گیرند. این سخن آخرین فیروزه شنوندگان را به شور آورد. چی به نامحرم به اینجا می آمده است؟ چی به روی خط می کردند؟ حیدرقلش کی؟ چی به حولی درون به پیش زنها به می در آمده است؟ خودم جدید شدم گفته اکنون همه جدید کردن می خواهی؟ ما فرزندی مسلمان هستیم، از دین و دیانت نمی گردیم. ها کذا و ها کذا. فیروزه از گفتش پشیمان شد و یک باره گرنگ و لال گشت. ای خدایا، می گفت به خودش، من چی نامعقولی کردم که بروی خط می گیرند گفتم. اکنون چی کار کنم که این نادانها به گپ من گوش کنند؟ چی مغل؟ گفته در این دم از آشخانه آیمی دسترخوانچی آمده برآمد. وی که زنی قد بلند چونک و بدنما بود، فقط به واسطه دغلی فرمان فرمایی کرده توانستن و در عین زمان به آیمها و پاشا بیبی چاپلوس و خوشامدگو بودنش منصب دسترخوانچگی را در نزد مادر امیر به خود گرفته بود. در حرم امیر بسیاری ها از وی می ترسیدند و ابا می کردند.
حالا که امیر گریخته، ارگ سوخته خاکستر گشته است، مادری امیر در بدر شده است، باز هم وی از کر و فر خود نمانده بود. آواز او را شنیده یک باره همه آنهایی که به گرد فیروزه جمع شده بودند خاموش گشته خود را به کنار گرفتند. این خودش کی؟ ایها، این مشکاب دختر کو؟ گفت وی به سوی فیروزه چند قدم گذاشته. چی گفته آمدی؟ همین قدر دیدنی ها بس نبود می؟ همین قدر روزهای سیاه را به سر مسلمان ها آوردگیت بس نبود می که باز آمده در بین کنیزان آن حضرت فتنه خیزاندن می خواهی؟ فتنه با ارک و ارده شما تمام شد، گفت با تبسم تحقیرآمیز فیروزه. فتنه‌گران هم پست شدند، نیست شدند و یک تنیمت شما بر این پسمانده ها را هم نیست میکنیم. آییم. بله بله، دسترخانتان را خوانداشته فاتحه خواندن گیرید. وای مرم، گفتمان کدامی از بین جمع شدگان. آییم دسترخانچی از قهر و غضب سرخ و کبود شد و خواست که به بالای فیروزه هجوم کرده با مشتانی بزدن عادت کرده خود به فرق سری وی کوبد. ناخواست از قفا کسی سربندش را کشید. آییم دسترخانچی برگشته دید که زن کلانی امیر لب گزیده به خاموشی امر می کند. وی خاموشانه قدمی به قفا کشید و زن امیر پیش برآمده به فیروزه سلام داد. ها دخترم، نغزمی تو، صحت سلامت هستی؟ جناب حیدرقول به تو امک می شدندیه. بسیار نغز، بسیار نغز، از ما سلام گوی. روی خط می کرده باشند مرحمت، ما به خانه می درآییم، از پسی در محرم تر می شود. فیروزه خواست چیزی گوید، لیکن از بیرون جیغ زدند. بنابران گفت درست، من حاضر آمده می فهمانم. پس از رفتن فیروزه زن امیر غرونگاس زده آییم دسترخانچی را سرزنش نمود. عقلتان را خوردید؟ به سرمان بلای تازه را خیزاندنی بودید مگر؟ من ندانستیم پاشام. دانسته باشید، گفت باز سخت کرده زن امیر و گذشته به خانه کلانی بالای صوفه رفت. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 17-ро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хоҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.